ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 70. асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энциклопедӣ буда аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад. با وارد کردن عنصرهای لغوی تاجیکی، فارسی دری به شعر عربی، شاعران شعوبی مسلک نخستین زمینه‌هایی به حیث زبان شعر شناخته شدن آن را فراهم آوردند. به شرافت تلاش‌های پیروان نهضت شعوبیه، زبان تاجیکی در برابر دستاوردهای دیگری معنوی مردم ایران زمین از قبیل اصل و تبار، تاریخ، رسم و آیین و سنت‌های فرهنگی عجم در جامعه اسلامی از جمله در ادبیات عربی اسلامی قرن‌های 8-9 اعتباری رسمی کسب نموده، با زبان و نسب و فرهنگ عربی آن دوران تأثیر کرده توانست. از این رو قرن‌های نخست اسلامی را برای زبان تاجیکی میتوان چون مرحله کسب مشروعیت ادبی تعیین کرد که آن در دوره صفاریان و سامانیان تحقق کامل پیدا کرد. تقریباً از 60 عباره و ترکیب‌های جداگانه نثری و 11 نمونه شعری کهن‌ترین نمونه‌های نظم و نثر تاجیکی به استثنای سخنانی که به بهرام گور و دیگر سروران عهد ساسانی نسبت داده شده اند و چنان که در بالا گفته آمد در هر صورت در اصالت آنها جای شک و تردید موجود است و مشاهده می رسد که اکثر سخنان دیگر به اهل خراسان و ماوراء النهر تعلق دارند یا در مراجعت به آنها گفته شدند. این همه بی تردید باری دیگر محل ظهور و تجلی زبان و ادب تاجیکی بودنی شرق ایران زمین یعنی خراسان و ماوراء النهر را ثابت می کند. زبانی نمونه های باقی مانده نظم و نثر تاجیکی فارسی دری در غایت پختگی و رسایی بوده. از پیشینه دیرین نظم و نثر به این زبان گواهی می دهد که متاسفانه اکثر این آثار و نام گویندگان آن تا زمان ما نرسیده است. پژوهشگران اندیشه دارند که زبان تاجیکی حداقل 2-3 قرن باید تاریخ و در میان مردم رواج داشته باشد تا در عصر 10
آن قدرت و توانایی را پیدا کند که شعر چون شعر رودکی با آن زبان گفتن امکان پذیر گردد. این دسته محققان وجود زبان فارسی دری را تا قبل از اسلام و حد اقل به عصرهای 5-6 میلادی پیش میبرند و اسناد و دلیل آنها وجود کلمه های تاجیکی در ابتدا و یا کمی پیش از ظهور اسلام در زبان عربی و 21 یا 27 کلمه فارسی دری دخیل در قرآن مجید است که زبانشناسان در اثر تحقیقاتی ریشه شناسی پیدا کردند. با وجود اختلاف نظر در مسئله زمان و مکان پیدایش زبان دری دایر به تجلیگاه و محل ظهور شعر و ادب به این زبان یعنی خراسان و ماوراءالنهر، دانشمندان در مجموع اتفاق نظر دارند، زیرا اکثر سخنوران و نویسندگان دوره اولی زبان تاجیکی فارسی دری از مردم این دیار و مخصوصاً منطقه بلخ برخاستند. شاعرانی که اشعارشان در لغت فارسی اسدی نیمه قرن 12 آمده است اساساً اهل شهرهای بلخ، بخارا، سمرقند، هرات، مرو، توس، سرخس، سیستان و بعضی آبادی های دیگری خراسان بودند. اکثر آثار نثری این عهد از جمله تفسیر قرآن و آثار دیگری تاریخی و علمی و اخلاقی از قبیل دانشنامه میسری، حدود العالم، رساله استخراج و شمارنامه محمد ایوب تبری، هدایت المتعلمین فی الطب ابوبکر اخوینی بخارایی، تاریخ سیستان، کتاب الابنیه موفق هیروی، سنبادنامه و غیره با زبان ساده و روان فارسی دور از تکلف و پیچیده گفتاری تألیف و یا از زبانهای عربی یا فارسی میانه ترجمه گردیدند. بیستودویم در رشد و نموی علم، اصطلاحات علمی و نگارشات علمی تاجیکی فارسی دری دو عامل زیرین نقش بیشتر و مؤثرتر داشتند. عامل اولی تشکل اصطلاحات علمی و تعریف نخستین آثار علمی فارسی دری بی شبهه احتیاج و نیازمندی خود مردم است. یعنی بعد اصطلاح عرب و گسترش دین اسلام در بین اهالی، گروه و طبقه هایی بودند که آنها از زبان عربی آگاهی کامل نداشتند. از همین خاطر میل و خواهش این گروه و طبقه های اهالی همین بوده است که از کتاب هایی که به زبان مادری تعریف و تدوین شده اند علم و دانش آموزند. عامل دیگر اعتقاد مردم به سعد و نحس ستاره و سیاره و تأثیر گردش و حرکت ستارگان و سیارگان در کار و زندگی آنان، میل و رغبت دانستن چگونگی زمین و درازا و پهنای آن، انواع بیماری و درمان و طبابت و غیره می باشد که برای تشکل زبان علم و در زمینه آن تألیف و تدوین کردن آثار علمی زمینه فراهم آورده است. 23 احیای زبان تاجیکی فارسی دری
همچون زبانی رسمی در زمان طاهریان شروع گردیده، در عهد صفاریان رواج و رونق پیدا نمود و در دوره سامانیان به اوج اعلا رسید. زبان تاجیکی فارسی که مایه افتخار و وسیله سرنوشت ساز و وحدت آفری قوم‌های ایرانی نژاد است، در دوره حکمرانی سامانیان به صفت زبانی رسمی و عامل همبستگی ملی در تمام قلمرو خراسان و ماوراءالنهر و دیگر ولایت‌های تابع دولت سامانیان رشد و بالندگی یافت و به اوج قدرت و شکوفایی رسید. 24. نهضتی که در زمان سامانیان برای رواج و به کار بردن زبان تاجیکی فارسی دری به جای عربی آغاز شد، به روح آزادی خواهی و استقلال طلبی مردم موافق افتاد و در اندک زمان چنان رستاخیز ادبی و زمینه استوار فرهنگی برپا نمود که حکومت‌های بعد از سامانیان آمده مجبور شدند همان راهی را پیمایند که سامانیان ایجاد کرده بودند. تأثیر همین شکوه و شوکت بود که در روزگار غزنویان و سلجوقیان تاجیکی فارسی دری زبان ادبی یک سرزمینی وسیع شد و شاعران به این زبان شعر سرودند، عالمان کتاب‌های علمی، ادبی و تاریخی تألیف کردند و سپس در امور اداری و مکاتبات دیوانی هم جای زبان عربی را گرفت. 25. ولی با وجود این برای نوشتن خط و الفبای عربی قبول شد. الفبای عربی هرچند از خط قدیم فارسی میانه پهلوی که آن هم منشأ سامی داشت آسانتر و برای نوشتن بهتر و مناسبتر بود، ولی در عین حال برای ادای همه آوازهای زبان ما کمبودی‌های مسلم و جدی نیز داشت. از جمله در الفبای عربی مثل دیگر خطهای سامی صداناک‌ها در میانه کلمه ها نوشتن نمی شد. چند آوازی فارسی دری مثل گ، چ، ژ و پ در زبان و خط عربی وجود نداشت و چند صده به جای این آوازها حرفهای ک، کاف، ج، ز و ب می نوشتند که این خواندن کلمه ها را دشوار می کرد. دیرتر از همان حرفهای عربی ب، کاف، جیم، ز با افزودن علامتهای آوازهای فارسی دری حرفهای ژ، گاف، جیم و پ را ساختند. طوری میبینیم حرفهای غ، ق، ج، ح که بعد قبول الفبای کیریلی در زبان تاجیکی ساخته شد کاری نو نبوده پیشینه تاریخی داشت. اکثر شاعران عهد سامانی زاده و پرورده خراسان و ماوراءالنهرند و در اشعارشان واژگان و کلمات مردم این مناطق بیشتر استفاده گردیده. از این رو فهمیش معنی اصلی بعضی از این واژگان و کلمات برای شاعران فارسیگوی غرب ایران زمین چون قطران تبریزی مشکلات پیش آورده است
و چنان که در بالا یادآور شدیم، قطران در این امر از ناصر خسروی قبادیانی مدد جسته است. سادگی زبان، دور از تکلف و پیچیدگی بودن آن، استفاده حد اقلی کلمه های عربی، همچنین طبیعی بودن فکر و اندیشه، مهمترین ویژگی نظم و نثر عهد سامانی به حساب می رود. 27. تعداد زیادی لغات که از آثار شاعر و نویسندگان قرنهای 10-11 خراسان و ماوراء النهر اسدی توسی در لغت فارس جمع آورده است، از لهجه و گویش های زبانی دری محلی این دیار بوده، در زبان قسمت های دیگری ایران معمول نبودند. اکثریت فرهنگ و لغتنامه های دوره خراسانی فرهنگ نگاری چون صحاح الفرسی محمد ابن هندوشاه نخجوانی طبق سبک و اسلوب همین فرهنگ تهیه شدند. 28. پادشاهان آری زیار و آری بویه هرچند ایرانی تبار بودند، ولی به زبان تاجیکی، فارسی دری علاقمندی زیاد نداشتند. زبان دیوانی و ادبی دربار آنان زبان عربی بود. در گفتگوی غیر رسمی ملک‌های تابع آنها بیشتر گویش‌های تبری، دیلمی و گویش‌های دیگری متداول آن روزگار در غرب ایران استفاده می‌گردید. به اندیشه بعضی محققان، رقابت سیاسی و عقیدوی پادشاهان آری بویه و سامانیان باعث گردید که پادشاهان آری بویه برخلاف رقیبان سیاسی خود یعنی سامانیان در پرورش زبان و فرهنگ فارسی هیچ واکنش نشان ندهند و به زبان و ادب عربی صادق بمانند. 29. زبان تاجیکی در روزگار شکوه و تجمل دولت سامانی در قلمرو این دولت مقتدر نهضت و شکوفایی بی سابقه پیدا کرد و بر اثر فتوحات سامانیان و اسلام آوردن قبیله های ترک صحرانشین در شمال و شرق این سرزمین گسترش یافت. ولی گسترش بیشتری این زبان به مناطق دیگری هم جوار به زمان دولتداری حاکمان بعدی غزنوی و غوری و سلجوقی راست می آید. به تعبیر دیگر، غزنویان و غوریان و سلجوقیان سیاست زبان گستری سامانیان را ادامه بخشیدند و دایره کاربرد زبان تاجیکی را در شرق و جنوب تا سرزمین هند و سیند و در غرب تا آسیای صغیر و سوریه گسترش دادند. 30. اکثر پادشاهان غزنوی و مثل سامانیان به زبان فارسی، تاجیکی و علم و ادب علاقمندی زیاد داشتند. دربار غزنوی کانونی بزرگی فرهنگ و محفل گردآمد شاعران و ادیبان و دانشمندان فارسی زبان عهد خود بود. شاعران با سرودن اشعاری بلندغایه و دانشمندان با تألیف آثاری گرانمایه دربار غزنوی را بلند آوازه کرده اند. در آخر دوره غزنویان نثر ساده فارسی زمان سامانیان تدریجاً به نثر مرکب تکلف آمیز عوض گردیده، سخنبازی های لفظی و معنوی منشیانه و دایره کاربستی واژگان و اصطلاحات و ضرب المثل و مقال های عربی در آثار تاجیکی، فارسی دری بیشتر گردید.
31 زبان تاجیکی فارسی دری. در دوره سلجوقیان که به کانون زبان و ادب فارسی دربار پادشاهان این خانواده مبدل شده بود، به خصوص از اولهای عصر 11 میلادی تدریجاً از شرق ایران به شهرهای مرکزی و نواحی غرب ایران گسترش پیدا کرد. نخستین شهر و ناحیه هایی که این زبان در آنها رواج بیشتر پیدا کرد شهر و ناحیه های گرگان و قمیس و ری بودند. در گرگان تا گسترش زبان ما لهجه نزدیک به لهجه تبری و در قمیس لهجه بین لهجه خراسان و لهجه گرگان استفاده می گردید. در ری هم شاعران در تقلید شاعران خراسان و ماوراء النهر به شعر نوشتن مشغول شدند. 32 در عهد سلجوقیان و یا چندی پیشتر از آن قوم و قبیله های گوناگون ترک از قبیل ترکان غوز، قیپچاق، قرلوق، چیگل، یغما، قراختایی، ترکمن و غیره که از دشت‌های آلتای و ساحل‌های ینیسی به هفترود نزدیک آمده بودند، تدریجاً به ماوراء النهر و شمال خراسان کوچ بستند و از این مناطق به ناحیه‌های مرکزی و غربی ایران زمین آمده در این ناحیه‌ها سکونت دائمی اختیار کردند و از کشمکش‌های داخلی مردم محلی استفاده برده در اکثر منطقه‌ها قدرت سیاسی را به دست گرفتند. با گذشت ایام از زبان این قوم و قبیله ها نیز بعضی لغات و کلمات به زبان تاجیکی فارسی دری وارد شدند که بیشتر به نظام اداری دولت و حکومت و مناسبت‌های قبیلوی و اولادی وابستگی داشتند، ولی این واژگان و ترکیبات در بافت و ساخت زبان به زودی کلاً هضم گردیده در دیوار زبان رخنه به وجود آورده نتوانستند. 33 زبان تاجیکی فارسی دری در دربار غوریان که اصلاً تاجیک و ایرقن آریایی نژاد بودند زبان رسمی و عمومی محسوب می شد و در قیاس زبان فارسی آخر عهد غزنوی و دوره سلجوقی به شیوه بیان و نگارش زبان فارسی عهد سامانی بیشتر قرابت داشت. 34 زبان تاجیکی فارسی عهد خوارزمشاهیان تا حمله مغول به طرز طبیعی رشد نموده. خصوصیت‌های سادگی و روانی عهد سامانی و دوره اولی غزنوی را معتدل ادامه می‌داد و دور از پیچیدگویی و مغلق بیانی دوره‌های بعدی به خصوص عهد مغول بود. 35 بسیاری از خصوصیات لفظی و صرفی و نحوی گویش‌های محلی خراسان و ماوراء النهر نیز در این دوران با آثار ادیبان منطقه‌های دیگر تأثیر گذاشت و مردم قسمت‌های مختلف ایران اگرچه گویش مادریشان از آن فرق می‌کرد آن را به صفت زبان رسمی آموختند و در آثار خود به کار بردند. شاید گفته‌های معروف حمزه اصفهانی درباره زبان دری که در آن از میان لغات شهرهای مشرق لغت اهل بلخ غلبه دارد و یا سخنان اسدی توسی در مقدمه لغت فرس
به شاعرانی که فاضل بودند ولیکن لغات فارسی کم می دانستند اشاره به همان شاعرانی باشد که در فهمیش لغات محلی بخش‌های خراسان و ماوراءالنهر که به آثار نخستین شاعرانی در این زبان بعد از اسلام وارد شده بود دشواری می کشیدند. 36 وضع زبان فارسی در تاجیکی را در مجموع از عهد سامانی تا آستانه حمله مغول می توان چنین خلاصه نمود. 1. در زمان سامانیان زبان آثاری نظم و نثر و هم آثاری برگردانیده شده به زبان مردم نزدیک و با وجود سادگی بسیار شیرین، شیوا و بی تکلف بود. 2. ولی در زمان حکمرانی غزنویان و سلجوقیان کم کم ترکیب‌ها و تکلف‌های درشت و دغل در زبان آثار نویسندگان به وجود آمد. در همین عصرها بر اثر این پدیده نامطلوب ادبی که آغاز انحراف زبان از اصل و طبیعت خود به شمار می رود، نویسندگان فارسی گو گروه گروه لغت‌های عربی را به زبان وارد نموده به قول صاحب قابوسنامه تازی‌های سرد و غریب آوردند و این را وسیله فضل فروشی خیش شمردند. سیوم هجوم فاجعه بار و قتل و غارت بیشماری لشکری خونخواری مغول در ابتدای عصر 13 خراسان و ماوراءالنهر را که بیش از 4 قرن محل نشأ و نمای زبان و ادبیات تاجیکی بود با خاک یکسان کرد و این منطقه دیگر هرگز آن شکوه و تجمل و مرکزیت و اهمیت سیاسی و زبانی و ادبی خود را نتوانست در عصرهای من بعده چنان که در گذشته بود برقرار نماید. шумо гуфтори 70 ва охиринро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хоҷампул шунидед. коргардон шералии нағзалӣ, садобардор нигинаи хайрулло. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.